بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اما بعد، بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستم از یکی دیگر از قسمت های رد بر مخالفین. و در این قسمت همچنان اگر بینندگان عزیز و گرامی در جریان بوده باشند، چند قسمتی را بر رد فردی رفتیم به نام شفیع عیار. و این فرد حقیقتاً ارزشش خیلی کمتر از آن است که بر آن ردیه داده بشه، اما از آنجایی که یک عده فریب این فرد را خوردند، بر خود لازم دانستیم که یک ردیه کوتاهی بر همچون فردی داده بشه تا مردم چهره این فرد را بشناسند. در یکی از برنامه‌های خود این فرد آمده بود و گفته بود که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم هیچ معجزه‌ای ندارند. و من آمدم در یکی از قسمت‌های این برنامه یا این سلسله قسمت‌ها پیرامون این موضوع صحبت کردم و آیاتی از کلام الله مجید بر تایید این که حقیقتاً رسول الله صلی الله علیه و سلم معجزه دارند و آیاتی از کلام الله مجید به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی عرض شد. آیاتی که دلالت بر این میکرد که اولا خود قرآن کریم یک معجزه هست برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنین مسئله اسراء و معراج پیامبر علیه السلام، مسئله شق القمر و این موضوعات را بنده آمدم مطرح کردم. ولی این فرد آمد با همان دشمنی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم داره، دشمنی سابقه و دیرینه‌ای که با پیامبر علیه السلام داره و میخواهه که چهره پیامبر برای مردم به گونه دیگه نشان بده. و به نام این که من یک قرآنی هستم، یک فردی هستم که از قرآن پیروی میکنم، آمد یک برنامه ای را گذاشت بر رد این برنامه ما، بر رد گوشه ای از این برنامه ما و از این قسمتی که ما در این مورد صحبت کرده بودیم. و آمد عرض کرد که قرآن کریم معجزه نیست، دلایل مطرح کرد یا شبهاتی بگیم مطرح کرد. آمد مسئله شق القمر را انکار کرد که نه، این یک معجزه نیست. آمد مسئله اسراء و معراج را انکار کرد و برنامه خود را با یک شکل بسیار وقیح شروع کرد و به همین ترتیب رفت که بنده برخی از قسمت‌های برنامه این فرد را گرفتم که می‌خواهم یک پاسخ کوتاهی هرچند کوتاه به این فرد و افرادی که پشتیبان این فرد هستند و به هر حال فریب حرفهای پوچ این فرد را خوردند بفهمند و متوجه باشند. و این فرد اگر خودش به هر حال دنبال هدایت، دنبال حق، ان شاء الله که این وسیله باشه برای هدایتش، و اگر نیست الله سبحانه و تعالی حقیقتا شر همچون افراد را از سر امت اسلامی کم بکنه، افرادی که جز تخریب دین اسلام کار دیگری ندارند. اجازه بدین که بنده قسمتی از کلیپ را به خدمت شما عزیزان پخش بکنم و ان شاء الله به ترتیب همین گونه پخش میکنم و پیرامون مسائلی که این فرد مطرح کرده در مورد آنها صحبت خواهم کرد. اولین قسمت را اینجا بینندگان عزیز و گرامی ببینید که این فرد چی میگوید. و شما هموطنان پشتونیم که میایین و مرا میگین که تو ضد پشتون هستی، این ما امروز در این برنامه اسلامی یک مولای را دیجا تشریح میکنم که فارسی زبانم و تاجکم است و مثل ما سنی است. یعنی ما اگر ضد پشتون باشم اقام مولای پشتون زبانم میارم اینجا تشریح میکنم، مگم نه، این مینا نوکرای آیسای و نوکرای فکری عربستان سعودی سن و دین با کجراه بردن. خب بینندگان عزیز و گرامی، شما دیدید که این فرد چند نکته را آمد در اینجا مطرح کرد. اول از این که گفت اینها حقیقتا، یعنی ما به تعبیر خودش به هر حال ما مثل او تاجیک هستیم و ما فارسی زبان هستیم و خواست که از این طریق به گونه ما را با برادران پشتونمان درآویز بکنه. حقیقت امر اینه که بینندگان عزیز و گرامی، بنده یک مسلمانم و برای من این مهم نیست که من فارسی صحبت میکنم یا پشتو صحبت میکنم یا کی فارسی صحبت میکنه کی پشتو صحبت میکنه. و مهم برای من اینه که فرزند حضرت آدم علیه السلام و پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم و پیرو اسلام هستم. برای من مهم نیست که من تاجیکم یا پشتونم یا این و آنم. این فرد از آنجایی که خودش مریضی داره، مریضی نفاق داره، متاسفانه احیانا تاخت و تازهای بسیار قوی بر برادران پشتون ما میکنه و در برنامه های این فرد مشخصه، همه میدانند، ولی ما از این افکار مبرا هستیم.
ابدا و اصلا نمیتوانیم که یعنی ما در ردیف این فرد حتی در این مورد باشیم که این آمده میگه که به هر حال این هم مثل من فارسی زبان و تاجیک و این و آنه. حقیقتا تو هیچ نسبتی با ما نداری، هیچ نسبتی با بنده نداری. اگر فارسی صحبت میکنی نسبتی نمیتوانی با من داشته باشی. اگر این که تو به هر حال تاجیکی یا من تاجیکم به هر حال تو بیای بگی که این ارتباطی بین من و توست، نه، بلکه این ارتباط مثل ارتباط ابو لهب با رسول الله صلی الله علیه و سلم است. نعوذ بالله از این باب من نمیگویم که من مثل پیامبر باشم، ولی من منظورم ارتباط هست. ابو لهب کاکای پیامبر بود ولی هیچ فایده‌ای به حالش نکرد. تو هم خودت را به ما نچسبان و ما از تو مبرا هستیم، از تو بیزار هستیم. تو یک فردی که به اقوام دیگر تاخت و تاز میکنی، اقوام دیگر را بد و رد میگی. استغفر الله و معاذ الله از این که من در ردیف تو باشم. این موضوع اول. موضوع دوم این که میای تو میگی که من یک سنی مذهبم مثل این، سنی هستم مثل این. کجای تو به اهل سنت میخوره؟ تو کجا سنی هستی؟ همین که نمیشه هر کس بیای بگه من سنی هستم، من مسلمانم، خلاص سنی بشه و مسلمان بشه. تو سنت پیامبر را تاخت و تاز میکنی، بد میگی. پیامبر را تاخت و تاز میکنی، بد میگی. صحابه پیامبر را بد و رد میگی. ازواج مطهرات را بد و رد میگی. حتی برخی از آیات قرآن کریم را بد و رد میگی. کجای تو به اهل سنت میخوره؟ ائمه اهل سنت بد میگی، امام بخاری بد میگی، امام مسلم را بد میگی، همه اینها را بد میگی، متهم میکنی. بعد میگه من سنی ام. کجای تو به سنی میخوره؟ سنی که به نام نمیشه هر کس بگه من سنی هستم. سنی یعنی پیرو سنت. تو خب سنت رو به صورت مطلق انکار میکنی. کجای تو به اهل سنت میخوره؟ چرا دروغ میگی؟ چرا به سر مردم کلاه میذاری؟ چرا فریب میدی مردم را؟ بعد میگه که گویا ما نوکرهای ISI پاکستان هستیم و گویا نوکرهای عربستان سعودی هستیم. ببین این که تو چی هستی و من چی هستم این بحث جداییه، ولی من برای تو با جرأت این را میگم. الحمدلله در تمام عمرم نوکری هیچ فردی را و هیچ کسی را نکردم و نمیکنم. اگر تو یک سندی آوردی که حتی من برای یک بار به پاکستان رفته باشم، یک مدرک بیار که من ارتباطی با ISI پاکستان داشته باشم، این که تو به عنوان مثال تو در آمریکا زندگی میکنی، من بگم تو نوکر آمریکا هستی، یک حرف بی‌دلیلی هست. مثل که تو یک حرف بی‌دلیلی میگی. چرا دروغ میگی؟ چرا مردم را فریب میدی؟ کجای این حرف حقیقتا دلالت حرفای ما دلالت بر این میکنه که ما نوکر ISI پاکستان باشیم یا نوکر عربستان سعودی باشیم یا نوکر این و آن باشیم؟ هر کس که بر رد تو باشه تو این حرفها را بر او میزنی، این برچسبها را بر او میزنی. حداقل اگر مسلمان نیستی انسانیت خودت را حفظ کن، برای مردم تهمت نزن، دروغ نگو. به هر دینی که هستی، به هر مذهبی که هستی، به هر جهتی که هستی، حداقل انسانیت خودت را حفظ کن. ادامه میدین که این فرد حقیقتا ادامهش اینه که من میخوام یک به صورت کوتاه بینندگان عزیز عرض بکنم. این فرد میایه وقتی که ما بحث قرآن کریم مطرح کردیم میگه قرآن کریم مخلوقه، نعوذ بالله، که بعدا من در این مورد صحبت میکنم. میگه قرآن کریم مخلوقه. چگونه میتونه یک مخلوق معجزه باشه؟ بعد معجزه را تعریف میکنه، بعد سخن من را تحریف میکنه که در ادامه بینندگان عزیز و گرامی بیننده خواهند بود. ادامه این کلیپ و این ویدیو را با هم دیگر ببینیم که چی میگه این فرد. قرآن خلق شده، مخلوقه. کی او را خلق کرده؟ خداوند بزرگ. خب این فرد میگه قرآن کریم مخلوقه. یعنی من نمیفهمم که این رو از روی نافهمی میگه به دهانش همین کلمه میفته یا واقعیت این حرف عقیدهش هست. میگه قرآن کریم مخلوقه، خداوند رو خلق کرده، در حالی که قرآن کریم کلام الله و کلام الله صفتی از صفات الله، مخلوق الله نیست. بلکه امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی و امام احمد ابن حنبل و دیگر ائمه نظرشان اینه که هر کس بگه قرآن مخلوقه کافره. هر کس بگه قرآن مخلوقه و خلق شده کافره. چرا؟ چون قرآن کریم میگه قرآن کلام الله، قرآن مخلوق نیست، قرآن خلق شده الله نیست، بلکه قرآن کریم صفتی از صفات الهی است. قرآن کریم ببینیم در این مورد چی میگه. در سوره مبارکه توبه الله سبحانه و تعالی در این مورد چی میگه؟ سوره مبارکه توبه آیت 6 الله متعال میگه که و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله، تا این که این مشرک کلام الله را بشنوه. این کلام الله چیه؟
اگر تفسیر دیگری داری، حرف دیگری داری، بفرما. و الا اینکه حرف در مورد قرآنه و الله سبحانه و تعالی با پیامبر میگه پیامبر اگر این مشرکین آمدن از تو طلب کردن که برای ما امان بده که ما بیاییم، اجازه بده که بیاین و کلام الله را بشنون. کلام الله کدام کلامه؟ مخلوق الله نیست، کلام اللهه. پس بناهن بینندگان عزیز و گرامی، این فرد نمیدانم که این از دهنش در رفت، خب شکی هم نیست چون این کفرهای زیادی کرده از این قبیل، ولی اگر عقیده و باورش واقعا همین باشه و چون در این برنامه چند بار این موضوع را تکرار میکنه، میگه قرآن کریم خلق شده، قرآن کریم کلام الله، قرآن کریم مخلوقه، خدا رو خلق کرده. بینندگان عزیز و گرامی، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل میگن که هر کس بگه قرآن مخلوقه کافره. پس بناهن به فتوای این ائمه بزرگوار این فرد کافره. و فتوای ائمه بزرگوار این فرد کافره. دیگه از این بیشتر چی میخواید؟ و این فرد حقیقتا گفتیم که میایه این را از چی بابت میگه؟ از این باب که میگه اگر قرآن کریم معجزه پیامبر هست که نیست، به تعبیر او میگه نیست، قرآن میگه خلق شده، چگونه میتونه یک مخلوق معجزه باشه؟ بعد جالب بر اینه که بینندگان عزیز، جالب بر اینه که میایه عصای حضرت موسی و زنده کردن مردگان توسط حضرت عیسی و دیگر انبیا علیهم السلام که به اونها معجزه داده شده، میایه اینها را مثال میزنه. خب کسی نیست که از این بپرسه ای انسان بدبخت، خب همین عصا هم که مخلوقه، عصا که مخلوقه، خب در این شکی نیست که عصا یک چوب مخلوقه، ولی تو قرآن کریم که کلام الله هست به عنوان معجزه پیامبر قبول نمی‌کنی که الله متعال این را به عنوان یک معجزه به پیامبر فرستاده. چگونه باز می یک عصا را قبول می‌کنی که یک مخلوقه؟ در این هیچ اختلافی هم وجود نداره که مخلوقه. یعنی واقعا این فرد بیچاره اصلا نمیفهمه چی میگه، چی از دهانش خارج میشه، یعنی چی واقعا برای چی برای گفتن داره. این واقعا یک مشکله، یک مصیبت برای این. خب بعد بینندگان عزیز و گرامی، ما برخی از آیات قرآن کریم را مطرح کردیم، آیات قرآن کریم را که الله سبحانه و تعالی میگه که مشرکین را میطلبه برای این که به تحدی میطلبه که شما بیاین آیه مثل قرآن بیاریم و معجزه ببینید این فرد خودش چگونه تعریف میکنه. با هم دیگر ببینید که تعریف این فرد از معجزه چیست. معجزه یک قدرت استثنایی است که خداوند جل و علا شانه با یک رسول خود میته، یک قدرت که دیگران ندارن و او را با امو قدرت پیش بشریت رایی میکنه یا امو مردمی که میخواید و برشان میگه برو اینی معجزه را نشان بده، بگو ما پیغمبر خداوند هستم، اینی کار کنین. خب بینندگان عزیز و گرامی، این معجزه را اینگونه تعریف میکنه و جالب بر اینه که در اون برنامه بنده معجزه را تعریف کرده بودم، گفته بودن که معجزه عبارت از چیزی است که طرف مقابل را عاجز میکنه که نتونه نوکس بزنه و او آرام میکنه و این بار آمد در برنامه خود تکرار کرد که من گفتم، از زبان من گفتم که معجزه چیزی است که دیگران را به تعجب بیاره. چرا دروغ میگی؟ کلیپ من موجوده، خودت هم کلیپ من را پخش کردی، حرف من را پخش کردی، چرا بر من دروغ میبندی؟ من در کجا گفتم که چیزیه که تعجب بیندازه؟ اصلا حرف تعجب نبود در اونجا، حرف عاجز قرار دادن بود. خود معجزه شاید این بیچاره نمیفهمه، اصلا معنای معجزه را نمیفهمه. معجزه یعنی عاجز کننده. حالا شاید تو اصلا معنای این معجزه را نمیفهمی، در لغت نمیفهمی، چی برسه به شرح معنایش. معجزه یعنی عاجز کننده و قرآن کریم همچنان که در باب معجزه علما میگن در شرح اصطلاح، تعریف اصطلاحی معجزه امر خارق العاده یا چیز خارق العاده است که الله متعال به پیامبرانش برای اثبات پیامبریشان اعطا میکنه و قرآن کریم چنانچه خودش میگه صراحت کامله که قرآن کریم یک معجزه هست برای رسول الله علیه السلام و الله متعال پیامبر را با قرآن فرستاد تا برای مشرکین بگه که ای مشرکین این معجزه من است، اگر شما می توانید مثل قرآن کریم بیاورید، اگر شما راست میگید من پیامبرم و اثبات پیامبری، دلیل بر اثبات پیامبری من چیست؟ قرآن کریم. و این بحث را الله متعال در چند جا بیان میکنه. در سوره مبارکه بقره الله متعال میگه و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسوره من مثله. الله متعال میگه ای مشرکین، ای کفار، اگر شما در شک هستید و در تردید هستید بر آنچه که ما بر پیامبر خود فرستادیم، بر بنده خود فرستادیم یعنی محمد صلی الله علیه و سلم، فأتوا بسوره من مثله، یک سوره مثل قرآن بیارین اگر راست میگین.
قرآن کریم از ابواب مختلف معجزه هست. جالب بر اینه که یکی از پشتیبان‌های این فرد که این بیچاره گفتیم یک بی سواده، یک فرد آمده بود گفته بود که اگر قرآن کریم معجزه هست پس داخل خانه هر مسلمان یک معجزه هست. معجزه پیامبر صلی الله علیه و سلم با معجزات دیگر انبیا علیهم السلام تفاوتش بر اینه که این معجزه همیشه هست، این معجزه همیشه هست، ولی این قرآن کریم زبان همه را میبنده. در تمام عصرها و در تمام زمانها زبان همه مشرکین و همه معاندین را میبنده و هیچ کس نمیتواند مثل قرآن کریم بیاره. تا روز قیامت هیچ کس نمیتونه مثل قرآن کریم بیاره و این معجزه است که الله متعال برای اثبات هم کتاب هدایت است و هم کتابی است که معجزه هست برای اثبات نبوت پیامبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. به همین واسطه الله در ادامه آیات چی میگه در سوره مبارکه بقره؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، میگه اگر نتوانستن که بیارن مثل قرآن و هرگز نمیتوانند بیارن. آیت قرآن کریم کاملا صریحه، ولی اینکه این فرد نمیخواد قبول بکنه این مشکل خودش هست. ادامه میدیم حرفهایش را که در این مورد چی میگه در مورد معجزه. این حال به طور مثال برای حضرت موسی خداوند بزرگ یک عصا در دست موسی است. میگه در دست چیست؟ میگه یک عصا است. میگه پرتش در زمین که مندازه یک مار کلان میشه مثل یک اژدها. خود حضرت موسی میترسه، میگروزه پشت سر. خداوند صدا میکنه که نگروز، ما خداوند هستم، این معجزه‌ت است، برو بگی از دنبش. میگیره بلند میکنه پس آسا میشه. حالا بینندگان عزیز و گرامی، حرفم اینجا بود که قرآن کریم را قبول نداره به عنوان یک معجزه و جالب اینه که میگه قرآن نعوذ بالله مخلوقه که قبلا در این مورد حرف زدین، اما میه عصای حضرت موسی قبول میکنه که این معجزه. آیا این مخلوق نیست؟ چی استدلال باطلیه که تو میکنی؟ چی استدلال باطلی؟ اصلا میفهمی چی میگی؟ چی از دهان خود بیرون میکنی؟ یک بار میای میگه قرآن کریم نعوذ بالله مخلوقه که مخلوق نیست بلکه صفت الله، کلام الله. باز میگی به خاطر که مخلوقه نمیتونه معجزه باشه. باز میای عصای حضرت موسی علیه السلام که بالاتفاق تو هم میگی مخلوقه، منم میگم مخلوقه، همه امت، همه مسلمان ها و غیر مسلمان ها میگن عصا یک چوب مخلوقه. این را باز قبول میکنی به عنوان یک معجزه؟ چرا یک بام دو هوا؟ پس بگو که مشکل تو با پیامبر است، مشکل تو با نبی ما صلی الله علیه و سلم است. بگو که مشکل تو با پیامبر مسلمان هاست، چنان که تو در کلیپ های مختلف بر رد رسول الله علیه و سلم رفتی، بی ادبی کردی به پیامبر صلی الله علیه و سلم و خودت را به عنوان یک فرد مسلمان میای در جامعه اسلامی معرفی میکنی. کجای تو به مسلمان میخوره؟ کجای تو به مسلمان میخوره؟ خب ادامه بدین که در ادامه چی میگه. تو بیا بگو که در قرآن خداوند گفته باشه، یک آیت بکش که پیغمبر ما را خداوند گفته باشه که اینی معجزه‌ت هسته، برو اینی کار میتونی. اگه یک دانه کشیدی دیگه ما خلاص، ما باختگی، ما دیگه میایم پشت سر شما ایستاد بشم. خب بینندگان عزیز و گرامی، این فرد میگه تو یک آیه از قرآن کریم بیار که گفته باشه ما به پیامبر معجزه دادیم یا این معجزه توست. بعد میگه که اگر یک آیه آوردی من قبول میکنم، ما هم پشت سر شما میایم باختم. بابا جان این حرف برد و باخت نیست. چرا تو انسانی که واقعا یعنی همیشه شما اهل باطل همیشه دنبال برد و باختین؟ ما حرف برد و باخت نداریم، حرف این را داریم که کی حق میگه کی باطل میگه. تو داری باطل میگی، ما باطل تو را برای تو معرفی میکنیم. تو فکر کردی ما در حال مسابقه هستیم با تو که کی میبره کی میبازه؟ این چی حرفیه؟ حرف حق و باطله. میخوای ما باطل تو را برای تو و برای کسانی که فریب تو را خوردن بفهمانین. شاید تو نمیخوای بفهمی به خاطر که تو برنامه داری در این کارهای خود، ولی کسانی که فریب تو را خوردن میخواین بفهمانین که تو یک انسان بی سوادی، یک انسان بیچاره، یک انسان درمانده، از طرف دیگران تو را دیکته میکنن، برای تو چیزهایی میدن، تو هم میای خلاص آنها را میخوانی، خلاص دیگه چیزی نیستی تو. میگه که حرف برد و باخت نیست اینجا، حرف اهل حق و باطله. خب باز هم اجازه بدین که برخی از آیات قرآن کریم نشان بدین. اولا اینکه ما آیات قرآن کریم گفتیم اولا خود قرآن به نفسه، خود قرآن کریم اگر تو معنای معجزه را بفهمی، خود قرآن کریم به نفسه معجزه پیامبر است صلی الله علیه و سلم، که قرآن کریم معجزه پیامبر علیه و سلام هست. چگونه؟ از این باب که میآیه پیامبر بودن رسول الله صلی الله علیه و سلم را اثبات میکنه، پیامبر بودن پیامبر ما صلی الله علیه و سلم را اثبات میکنه.
خب اجازه بدین که آیت 99 سوره مبارکه بقره را به خدمت شما بینندگان عزیز تلاوت بکنم. الله متعال چی میگه؟ عجیب اینه که برخی از آیات این نفر آمد خواند، یعنی دنبال این بحثایی که داشت، حرفایی که داشت، برخی از آیات قرآن کریم خواند و گفت که لفظ آیه را معجزه ترجمه کرد. جالبه، خوبه، چیز خوبی ترجمه کرده. آیه یعنی معجزه. در اکثر آیات قرآن کریم وقتی میآیه آیه یعنی معجزه، یعنی نشانه برای اثبات یک شی. و ما گفتیم که لفظ خود معجزه، یعنی لفظ معجزه در قرآن کریم نیست که تو همین قدر بفهمی که این لفظ معجزه در قرآن کریم نیست، بلکه قرآن کریم آیه میگه، در اکثر موارد آیه میگه، آیات میگه، تا اینکه همان معنای نشانه برای چی؟ نشانه برای اثبات پیامبر بودن همی پیامبر. و قرآن کریم اثبات بزرگی است برای نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم و معجزه بزرگی است برای اثبات نبوت پیامبر ما صلی الله علیه و سلم. الله متعال در سوره مبارکه بقره آیت 99 میگه ولقد انزلنا و به تحقیق که ما نازل کردیم الیک، به سوی تو ای پیامبر، الیک، کاف الیک، کاف اخیرش کاف خطابه، یعنی مخاطب قرار میده رسول الله را، آیات بینات، نشانه های آشکار، نشانه های واضح، آیات واضح. اینا برای کی فرستاده؟ دهنت باز میره حالا شاید بگی عیسی و موسی. نه، عیسی و موسی علیه السلام بحث اونها علیهم السلام جداست. اینجا بحث رسول الله علیه السلام هست و الله پیامبر خطاب میکنه الیک آیات بینات، ای پیامبر ما به سوی تو آیات و نشانه هایی که دال بر نبوت توست، بر اثبات نبوت توست برای تو فرستادیم. اما اخیر آیه خیلی جالبه. الله میگه و ما یکفر بها الا الفاسقون، و این آیات و نشانه ها را هیچ کس کافر نمیشه، انکار نمیکنه جز انسان های فاسق و کافر. و تو انسان احمق و تو انسانی که حقیقتا ارتداد تو واضح آشکاره، حقیقتا به این آیات کافر شدی. و الله متعال چی میگه؟ و ما یکفر بها الا الفاسقون. الله متعال حکم میکنه و قضاوت میکنه در مورد تو و امثال تو. و ما یکفر بها الا الفاسقون، میگه به این آیاتی که پروردگار، آیات و نشانه ها و معجزات واضحی که به پیامبر الله متعال فرستاده، کافر نمیشه مگر انسان فاسق. یک بار دیگه آیه را تلاوت میکنم، آیت 99 سوره مبارکه بقره. الله متعال میگه ولقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر بها الا الفاسقون. همین آیه برای تو کافی است. اگر واقعا راست میگی پس گردن بگذار بر حق، ولی اگر دروغ میگی که من مطمئنم دروغ میگی و این رو هم برای فریب بینندگان خود گفتی، الله متعال سبحانه و تعالی شر کسان مثل تو را که به دنبال فریب مسلمان هاست از سر مسلمان ها کم بکنه. اجازه بدین که ادامه حرفه های این فرد را با هم دیگر بشنویم. عایشه آمده گفته والا اسرای خواب بود که پیغمبر دیده بود، همون شو در پالی ما بود. بینندگان عزیز و گرامی، این فرد از این به بعد دروغ‌هایش را پخش میکنه، چون بحث‌هایی که به هر حال ارتباط داشت به بحث ما یعنی تا اندازه تمام شد دیگه. آیاتی که میآید در این مورد میخوانه، یعنی استدلال میکنه بر این که گویا پیامبر ما صلی الله علیه و سلم معجزه‌ای نداشتن. در ادامه برنامه خود میآید برخی از آیات میخوانه که الله متعال در اونجا چی میگه، جواب میده برای کافرین. چند آیه را میخوانه، از سوره رعد، از سوره ابراهیم به تعبیر خودش، از سوره اسراء، از چند آیه از چند سوره میخوانه، تلاوت میکنه، میگه که بله والله این آیات قرآن کریم میگه که تو پیامبر معجزه نداشت، در حالی که این آیاتی که خوان هیچ دلالتی نداره بر این که رسول الله علیه السلام معجزه نداشته باشن، بلکه اون آیات قرآن کریم جواب برای مشرکین میده که ای پیامبر، این مشرکینی که از تو این را طلب میکنن، این را طلب میکنن، این را طلب میکنن، اگر تو هر چی برای اینها بگی، اگر با آسمانم بری، اینها قبول نمیکنن، اینها قبول نمیکنن. پیامبر الله متعال در اون آیات حقیقتا خواسته ای که مشرکین دارن، میان برای پیامبر میگن از زمین برای ما یک بار تو بیا چشمه بیرون کن، یک بار از آسمان برای ما کتاب بیانداز، نمیفهمون ملک بیای برای ما بگه که تو پیامبری و از این قبیل چیزها. الله متعال سبحانه و تعالی به خاطر این که این مشرکین قبول نمیکنن، خواسته هایی که اونها دارن الله نمیپذیره. نمیگه که به صورت مطلق پیامبر ما معجزه نداره. به عنوان مثال به یکی از این آیاتی که این فرد حقیقتا اشاره میکنه در سوره مبارکه اسراء، الله سبحانه و تعالی ببینید چی میگه. الله متعال میگه قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا. این فرد میایه از آیت 90 به بعد میایه استدلال میکنه.
از آیت 90 به بعد سوره مبارکه اسراء. ولی قبلش را ببینین که الله متعال در مورد قرآن میگه، اینها را به تحدی میطلبه. میگه که دو آیه قبلش میگه قل لئن اجتمعت الانس والجن، بگو ای پیامبر اگر انسان ها و جنیات همه جمع بشن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، که بتوانن مثل قرآن بیارن، لا یاتون بمثله، نمیتونن مثل آن بیارن، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگر چی هم دیگر کمک هم در این مورد بکنن. ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من كل مثل، ما در قرآن کریم مثل های زیادی و نشانه های زیادی آوردیم. فابى اکثر الناس الا کفورا، اکثر مردم چیکار کردن؟ انسان هایی که کفران کردن اونها ابا ورزیدن، قبول نکردن آیات قرآن. بعد الله سبحانه و تعالی وقتی که معجزه پیامبر که قرآن مطرح میکنه، میاد یک سری معجزاتی که بعد از این که مشرکین آیات قرآن و قرآن با عنوان معجزه قبول نکردن، چی گفتن؟ و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، و ادامه آیات. این فرد میه از اینجا شروع میکنه ولی ما قبلش رو نمیخوانه که ما قبلش دلالت صریحی بر این داره که قرآن معجزه. الله میگه اگر اینها چون قرآن را به عنوان معجزه قبول نکردن و میگن نه غیر از قرآن دیگه چیزا به ما بیار، این که قرآنه، غیر از قرآن دیگه چیزا به ما بیار، بعد اونها را الله متعال میه یکی که به ردیف آنها را مطرح میکنه که گفتیم این دلالتی بر این نداره که بگه قرآن کریم حقیقتا یا معجزه پیامبر نیست یا پیامبر اصلا معجزه نداره. اما این فرد آمد قول ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها را نقل کرد و گفت که به خاطر اینکه این سفر معراج پیامبر علیه السلام کلا انکار میکنه و من در اون برنامه گفته بودم که اسراء و معراج پیامبر علیه السلام حقیقتا معجزه پیامبره در یک شب. خب در قرآن ثابت شده که الله متعال میگه سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، که الله متعال میگه در یک شب پیامبر از مسجد الحرام رفت و مسجد الاقصی. میگفتم این معجزه پیامبره، میگه نه این با قدرت اللهه. خب همه معجزاتی که به پیامبران دیگر هم داده شده به قدرت الله بوده، چرا به خاطری که در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم انکار میکنه؟ این خب گفتیم حقیقتا همان دشمنیش نسبت به رسول الله علیه السلام. میایه برای از اینکه معراج پیامبر علیه السلام انکار بکنه به این روایت استناد میجویه، به این روایتی که گویا ام المؤمنین عایشه همچون چیزی گفتن. اولا این روایت در سیره ابن اسحاق آمده، این روایت در سیره ابن اسحاق آمده و این روایت مشکل داره، یعنی روایت دروغه. در سیره ابن اسحاق روایات موضوعی و روایات ضعیف زیاده و این دلالت بر این نمیکنه که هر چی در اون کتاب باشه درست باشه و این نشانگر جهل افراد مثل توست که فکر میکنی هر جایی که گفت قال رسول الله این حدیثه، فکر میکنه این حدیثه، در حالی که ما احادیث دروغ و موضوعی زیاد داریم. به هر حال این قول ام المؤمنین عایشه صدیقه، اولا خود ابن اسحاق وقتی روایت میکنه میگه حدثنی بعض آل ابی بکر، میگه بعضی از آل ابی بکر برای ما حقیقتا نقل کردن، برای ما گفتن، در حالی که این از نظر سندی این حدیث میگن حدیث مبهم، یعنی ضعیفه. بعدش بیم از نظر تاریخی بسنجیم. تو میگی که ام المؤمنین عایشه صدیقه گفته که رضی الله تعالی عنها که پیامبر به بستر من بود. بابا جان سفر معراج در مکه اتفاق افتاده، چرا دروغ میگی؟ سفر معراج در مکه اتفاق افتاده ولی ازدواج پیامبر علیه السلام یا بگین آوردن ام المؤمنین به خانه رسول الله علیه السلام در مدینه اتفاق افتاده. یعنی تقریبا 2 سال یا یک و نیم سال یا 2 سال تقریبا تفاوت در میان معراج و در میان آوردن ام المؤمنین به خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم. چرا دروغ میگی؟ چرا همچون روایت دروغی بدون اینکه فکر بکنی میاری، در حالی که معراج گفتیم در مکه اتفاق افتاده ولی آوردن ام المؤمنین عایشه صدیقه به خانه رسول الله علیه السلام در مدینه اتفاق افتاده. تقریبا 2 سال تفاوت است در میان اینها. چگونه این دروغ را به هم حقیقتا میای جلو مردم مطرح میکنی؟ کمی فکر بکن، هر چیزی را که میگویی کمی فکر بکن. ادامه بدین حرفش را. یک دروغ دیگه میگه و اینی قرآن شریف در عربستان یگانه قرآن است که با فارسی ترجمه شده که اجازه داری در عربستان داشته باشی، دیگه هیچ قرآن اجازه نمیتن در عربستان. عجیبه والله قسم چقدر دروغ میگه، راحت، خیلی راحت دروغ میگه غیر از این قرآن دیگه قرآن اجازه نمیدن. این تفسیر احسن الکلامه. اولا تو از این استنباط میکنی، استدلال میکنی، در حالی که این از تفسیر ابن کثیر و از صحیح بخاری و از دیگه کتب گرفته شده که تو اونها را قبول نداری. اولا. ثانیاً چرا دروغ میگی؟ غیر از احسن الکلام ترجمه های فارسی دیگری در عربستان سعودی موجوده، حتی از طرف دولت عربستان سعودی چاپ شده. به عنوان مثال این قرآن کریمی که پیش روی من هست ترجمه دری شده و این را مجمع ملک فهد ترجمه کرده، چاپ کرده. مجمع ملک فهد جایی که قرآنای کریم در اونجا چاپ میشه از طرف دولته،
از طرف دولت عربستان سعودی و این ترجمه دری هست. بعدش ترجمه فارسی دیگری هم از طرف مجمع ملک فهد چاپ شده که حجاج و معتمرینی که آمدن میدانن در مسجد الحرام، در مسجد نبوی گذاشته، از طرف دولت گذاشته میشه که ترجمه فارسی امام شاه ولی الله دهلویه. چرا دروغ میگی؟ چرا همچون دروغی واضح و آشکار میگی در محضر عام برای مردم مطرح میکنی؟ از دروغ میگی غیر از این ترجمه دیگه ترجمه ممنوع، اجازه نمیدن؟ چرا دروغ میگی؟ یعنی حقیقتا انسان دروغ میگه، دروغی بگه که کمی یعنی رای برای خروج داشته باشه. و تو چگونه یک جرأت میکنی همچون دروغ‌های در محضر مردم میگی؟ بینندگان خود را فکر میکنی که یعنی انسان‌های نافهمی هستند؟ به هر حال اجازه بدین که آخرین قسمت بشنویم که چی میگه دروغ دیگرش. سوره ابراهیم آیت 54 یا بخلم 57 فکر میکنم 54. خب بینندگان عزیز و گرامی، این فرد میگه که سوره ابراهیم آیه 54، نه میگه آیه 57، نه فکر میکنم آیه 54. بابا جان اولا سوره ابراهیم 52 آیه داره، تو این 54 و 57 از کجا پیدا کردی؟ کل سوره ابراهیم 52 آیه هست. برو قرآن را ببین. خب من میگم که تو از طرف دیگران دیکته میشی، حرفم را قبول نمیکنی، میگی نه من دیکته نمیشم. من میگم که کاغذ میدن دست تو، کاغذها را میدن دست تو که تو بخوانی. بیچاره چرا آخه خودت را اجیر میکنی، نوکر میکنی برای دیگران؟ حرفای دیگران را میایی در محضر عام تو میگی، بگذار خودشان بیان بگن. سوره ابراهیم 52 آیه داره، باز بعد میگی آیه 54، باز بعد میگی نه آیه 57، نه فکر میکنم آیه 54. خب معلوم میشه که تو یک انسان بی سوادی هستی، از قرآن چیزی نمیفهمی، همان چیزی که نوشته نمیتونی درست بخوانی، همان نوشته که دست تو دادن نمیتونی درست بخوانی. بینندگان عزیز، شما را به خدا خودتان قضاوت کنید. همچون فردی که حتی سوره که 52 آیه داره میگه 54، یا بعد میگه نمیفهم والله فکر میکنم 57، باز میگه نه فکر میکنم 54. بابا جان سوره مبارکه ابراهیم 52 آیه داره، کل سوره 52 آیه هست، اما 2 آیه اضافی رو نمیفهمم از کجا کردی. مثل که یک بار دیگه هم برای تو یک کارخانگی داده بودم ولی متاسفانه کارخانگی تا حالا جواب ندادی. گفتی که صحیح بخاری 200,000 حدیث داره، در حالی که من گفتم صحیح بخاری عکس یعنی با تمام روایاتی که هست حساب بکنی از 10,000 بیشتر نمیشه. این 190,000 از کجا کردی؟ اینجا هم برای تو میگم که این 2 آیه یا قول دومت 5 آیه 57 بگین یا 54 بگین، این اضافه گیر از کجا کردی؟ از کجا آوردی؟ چرا دروغ میگی؟ حداقل همان چیزی که دست تو دادن درست بخوان، خودت و اونها را رسوا نکن. به هر صورت بینندگان عزیز و گرامی، فکر میکنم به همین مقدار برای کسی که اهل عقل باشه کافی باشه. اما یک توصیه دارم برای این فرد. جناب آقای عیار، تو تخصص در دین نداری، از دین چیزی نمیفهمی، برو دنبال کاروبار دیگری، برو یک کاروبار دیگری بکن، مردم را به جان هم بنداز، اقوام را به جان هم بیانداز. تو را به این کارا کی آورده؟ تو رو به خدا. چیزی که انسان نفهمه هر روز خودش را رسوا بکنه، چرا حاضر میشی؟ چرا خودت را حقیقتا در معرض دیگران قرار میدی؟ چرا خودت را روز به روز رسوا میکنی؟ میای دروغ میگی، میای چرندیات میگی، میای به قرآن تهمت میزنی، به احادیث پیامبر تهمت میزنی، به مسلمان ها تهمت میزنی، به پیامبر تهمت میزنی، به اهل اسلام در کل تهمت میزنی، دروغ میگی. چرا دروغ میگی؟ باز از جهت دیگری تو از همه جا آمدی به جان شبکه وصال چسبیدی، شبکه وصال که حکومت ایران امروز به داد از دستش. تو که یک عددی نیستی، اصلا عدد هم حساب نمیشی. نمیگم که یعنی ما واقعا خیلی قدرت نظامی داریم و این و آن کسی نمیتونه در برابر ما ایستاد بشه. قدرت ما اینه، کلام الله، هیچ کس نمیتونه از مقابل ما عبور بکنه. دروغ بگه، دروغگو از آیات قرآن کریم دروغش را ثابت میکنیم، از احادیث پیامبر علیه السلام دروغش را ثابت میکنیم. پس مراقب خودت باش، از این بیشتر دروغ نگو و از این بیشتر خودت را رسوا نکن، بلکه برو دنبال کاربار دنیای خود، برو یک کار دیگری بکن برای خود. این شبکه هم که زدی، این کارهای هم که میکنی، در یک راه دیگری حرکت بکن، این راه را بگذار به اهلش. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی عموم مسلمان ها را از شر این بلاها و آفتها نجات بده و پروردگار متعال کسانی که قابل هدایتشان کنه و اگر نیستند آنها را نیست و نابود بکنه که مسلمان ها از شر آنها در امان باشند. همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.